سلام و وقت بخیر. امروز قراره با این ترکیب سم بریم اتک بزنیم که ببینید فوق‌العاده هست برای حمله. بریم چارش. خب شروع میکنیم حمله رو و میریم جلو. ساحره رو ول میکنیم بره. عجب گروه قابلینم میزنیم. تیر بارون میکنه این بازیکن. هر دو تا این لیولشون 10 هست و ما باز حمله میکنیم. این پستقم ول میکنیم وسط و یه اسپل روشون اضافه میکنیم. ببینیم چی میشه تا آخر بازی. به نظرتون کی میخواد این حمله رو ببره؟ به نظرتون حدس بزنید که میتونه کی این بازی رو ببره عزیزان دل. خب حالا که تا اینجای ویدیو اومدید یه لایک و کامنت و سابسکرایب ما رو همراهی کنید. به به بریم این مگا شوالیه رو بندازیم تو بازی. خب پستخ بندازیم یا ویت بندازیم. ویت رو ول میکنیم. همون ساحره از اون وسط قالم پستخ رو میندازیم که بره تو کارش. مینیارا رو ول میکنیم. جلو میبینیم که حمله خوب شکل گرفته و دارن تاور همون مقابل رو به فنا میدن. 323 تا از تاورش جون مونده. بشکه رو میندازیم. ویت هم میندازیم. بالون زده. ببینیم چی کار میکنه اون بازیکن. ولی به نظر میرسه نمیتونه کاری کنه. ما دوباره حملمون رو شروع میکنیم و میزنیم تو دل دشمن. ببینیم میتونه جلوی ما رو بگیره یا نه. این هنوز تو فکر اینه که ما رو ببره ولی ما بردیمش. اگه به اینجور محتواها علاقه دارید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید تا تو کامنت هم بگید از این ویدیوها بیشتر بذاریم.